پدرم سال پیش به رحمت خدا رفت. مادرم هم پدرم قبلا هر دوشون بی سوادن. توی خانواده‌مون 7 تا فرزند بودیم. خب یکیشون که فوت کرده، با اون میشه 8 تا. اول ابتدایی کلا از مدرسه فرار می‌کردن. این زاویه. خب معلم که نوبت اولش 15 حدوداً شده بود. مادرم با یه زارو کتک می‌زد به مدرسه. از روستا تا مدرسه حدوداً 20 کیلومتره که 25 دقیقه طول میکشه. مثلا من برای نیم ساعت مثلا امتحان دادن صبح مثلا ساعت 6 و نیم با بگی میرم، ساعت 3 برمیگردم. بگی وقتا میرم. اونمونه فضای محیطش کم خیلی قدیمیه. کی بود پدرتون؟ سال قبل. سال قبل بود. چه شغلی داشتن پدرتون؟ کشاورز. کشاورز بود. واقعا خیلی خوشحال بود ولی حیف که نتونستیم روزا رو ببینه. فکر میکنم با این روالی که دارم میرم خب زیر 10 کشوری رو بتونم بیارم. اگه نیاری چی میشه؟ خب تلاشمو کردم دیگه. خب دوباره این تصویر شدیم